سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ من پرهام گیمر هستم و خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. تو این ویدیو قراره که با هم دیگه تریال چمبرز رو پیدا کنیم. پس بدون هیچ معطلی بریم سراغ ویدیو. راستی اگه بلد نیستی و دوست داری یاد بگیری که بعد از کجا پیداش کنیم و اونجا بعد چی کار کنیم، حتما این ویدیو لایک کنید و چنل ما رو هم سابسکرایب کنید. خیلی خوب، بدون هیچ معطلی بریم سراغ ویدیو. بچه ها، شما اولین چیزی که باید بدونید اینه که شما نقشه رو باید از این آقا بگیرید. این نقشه رو بهتون میفروشه. نمیدونم چرا گوشیم اینطوری شده یا دیگه. خب وقتی نقشه رو گرفتید باید برید به محل نقشه. اون قسمت ضرب مانند رو میبینید، شما باید برید اونجا و بعدش بهتون میگم باید چیکار کنید. و بچه شما باید مستقیم اونجا رو بکنید و وارد تریال چمبرز بشید. و بچه اینجا همون مکانه، ببینید همونطور که میبینید اونجا یه اسپانر اونورم هست و اونورتر بچه اونا رو اشتباه نگیرید، اونا اسپانر نیستن، اونا یه چیز چسمانندن که شما میتونید کلیدایی که بعد از کشتن مابا بهتون میده رو وارد اونا کنید و لوتای خفنی بگیرید. و الان من بهتون میگم چطوری. و بچه وقتی دیدید که این اسپانر را شروع کردن به کار، باید مراقب باشید، چون هر بار یه چیزی اسپاون میکنه. اینطور نیست که در واقع برای هر کسی کلن در واقع چطور بگم هر اسپانر فقط یه موجود اسپان کنه. وای ببینید بچه ها اینا کشتنشون سخته. بعد اینکه من کشتمشون بهتون نشوندم. بچه ها البته نیاز نیست. بچه ها وقتی اینا بهتون این کلیدا رو دادن، شما باید این کلیدا رو بگیرید. و حالا شما وقتی این کلیدا رو گرفتید باید این کلیدا رو وارد اینا کنید تا بهتون لوتای خفنی بدن. نگاه کنید. و بچه ها ممکنه براتون سوال بیاد که اون معجون چیه. ببینید وقتی شما مبارزه میکنید، خب این اسپانرها در واقع خاموش میشن و اگه شما اون معجون رو بخورید دوباره اینا روشن میشن و با در واقع موجودات با قدرت‌های بیشتر و قوی‌تر به شما حمله میکنن. و بچه ها آخرین چیزی هم که باید بدونید این کلید 3 سر آبی رنگه که اگه شما اینو وارد یه محل مخصوص کنید بهتون لوتای خفنی میده که بهترین چیزی که میتونید ازش به دست بیارید هیوی کور هستش. حالا میگید هیوی کور چیه؟ هیوی کور در اصل سر میسه که تازه به بازی اضافه شده و حالا میسه با این حال نیاز به بیریزراد داره و شما باید باد، یعنی بیریز که همون اونجاست، رو بکشید تا بهتون بیریزراد بده و اینا رو با هم ترکیب کنید. و وقتی هم که ترکیبشون کردید میس ساخته میشه. بچه ها امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومد باشه. اگه خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنید، چنل ما رو هم سابسکرایب کنید و تا یه ویدیو دیگه خداحافظ.